امروز فقط یک درس نیست، یک زنگ بیدار باشه. تو تنبل، بی استعداد یا شکست خورده نیستی. تو فقط حواس پرت شدی. دنیایی که توی اون زندگی میکنیم با نوتیفیکیشن ها، سر و صدای مداوم و دوپامین لحظه‌ای ذهن ما رو بوده و ما حتی متوجه نشدیم که این اتفاق افتاده. به همین دلیل این ویدیو متفاوته. این ویدیو درباره برنامه صبحگاهی نیست، درباره جملات انگیزشی هم نیست. این ویدیو درباره نجات توجه توست، چون توجه تو زندگی توه. این ویدیو میگه اگه توجهت رو نجات بدی، زندگیت رو نجات دادی. تمرکزت که درست بشه، ذهن، انرژی، اعتماد به نفس و آیندت هم بازسازی میشه و برای این کار 10 قدم عملی و عمیق وجود داره. قدم اول، صبحت رو قبل از حمله دنیا محافظت کن. اولین کاری که بعد از بیدار شدن انجام میدی، شکل روزت رو میسازه. اگر با گوشی شروع کنی، مغزت وارد حالت واکنشی میشه. تمرکزت میمیره، ذهنت برای کل روز شلوغ و خسته میشه. اما اگر 60 دقیقه اول رو بدون گوشی بگذرونی، با آب، سکوت، چند دقیقه تنفس، کمی مطالعه و نوشتن، ذهنت شفاف، انرژی بالا و جهت روشن پیدا میکنه. این کار فقط 1 هفته لازم داره تا تو رو تبدیل به نسخه قدرتمندی از خودت کنه. قدم دوم، قاتلان تمرکز رو حذف کن. تمرکز با وجود محیط شلوغ نابود میشه. میز درهم، تب‌های زیاد، چت‌های فعال، موسیقی با کلام، نوتیفیکیشن ها و آدم های پرحرف. حذف اینها یعنی نوتیفیکیشن ها خاموش، گوشی در اتاق دیگر، محیط تمیز، 45 دقیقه کار عمیق، ثبت حواس پرتی ها، سکوت یا موسیقی بی کلام. 3 روز کافیه تا بفهمی چقدر در سر و صدا غرق بودی. قدم سوم، ریست کردن دوپامین. مشکل بیشتر مردم بی‌انضباطی نیست، مغزشون به دوپامین سریع معتاد شده. این اعتیاد باعث میشه نتونیم کارهای مهم رو تحمل کنیم. برای همین مطالعه، نوشتن، فکر کردن یا کار جدی سخت میشه. و اما راه حلش چیه؟ 24 تا 72 ساعت کم دوپامین باشیم. بدون اسکرول، بدون سرگرمی سریع، بدون پیام اضافی. در عوض سکوت، پیاده روی، فکر کردن و مطالعه سبک. بعد از چند روز ذهنت دوباره میتونه روی یک چیز بمونه و تمرکز کنه. قدم چهارم، تک وظیفگی، ابرقدرت گم شده است. چند وظیفگی فقط سویچ کردن سریع بین کارهاست و تمرکزت رو نابود میکنه. هر بار جابجایی تا 20 دقیقه از عمق ذهنی رو از بین میبره. قانون اصلی، 45 دقیقه فقط یک کار، 10 دقیقه استراحت و این رو حداکثر 3 چرخه ادامه بده. قدم پنجم، ذهن مثل عضله است، پس تمرینش بده. تمرکز یک مهارت، نه هدیه، و با 3 تمرین روزانه تقویت میشه. 10 دقیقه مطالعه، 10 دقیقه نوشتن و 10 دقیقه فکر عمیق. در 7 روز افکار قوی تر میشه و در 30 روز ذهن تو تبدیل به نسخه جدیدی میشه. قدم ششم، آدم هایی که تمرکزت رو میدزدن کم کن. بعضی از آدم ها سکوتت رو میشکنن، انرژیت رو میگیرن، ذهنت رو شلوغ میکنن. تو مجبور نیستی با اونا بجنگی یا قطع رابطه کنی. فقط کافیه کمتر در دسترس باشی، مرز داشته باشی، وقتت رو با کسانی بده که آرامش و وضوح میارن. حتی 20% کاهش ارتباط با افراد منفی تا 80% تمرکزت رو بهتر میکنه. قدم هفتم، برای ذهنت غذا بخور، نه برای دهنت. غذا مستقیم روی ذهن اثر میذاره. قند، فست فود، نوشابه و غذاهای سنگین مساویه با ذهن سنگین و گیج. در عوض پروتئین، آب، ماهی، گردو مساویه با ذهن شفاف و سریع. صبح رو با پروتئین شروع کن. هر 60 دقیقه آب بخور و غذاهای سنگین قبل از کار عمیق نخور.
قدم هشتم، حرکت مساوی ذهن شفاف. بدن ساکت مساوی ذهن خسته. فقط 10 دقیقه حرکت، پیاده روی یا کشش میتونه ذهنت رو پاکسازی کنه. الگوی ساده اینه: 10 دقیقه صبح، 10 دقیقه وسط ظهر و 10 دقیقه عصر. حرکتت انرژی و تمرکز رو برمیگردونه. قدم نهم، زندگیت رو ساده کن. ذهن در محیط شلوغ نمیتونه آروم و متمرکز باشه. سادگی یعنی قدرت. کارهای کمتر، محیط خلوت، لباسهای محدود، برنامه سبک، نوتیفیکیشن ها و اپ‌های کمتر. وقتی زندگی سبک میشه، ذهن روشن‌تر میشه. قدم دهم، یک مراسم روزانه تمرکز بساز. انگیزه میاد و میره، اما عادات تو رو ثابت نگه میداره. عادات صبحگاهی: 4 سوال مهم درباره هدف و هویت. 5 دقیقه تنفس عمیق، 45 دقیقه کار عمیق. این تمرین رو 90 روز ادامه بده. اگر یک روز جا موندی، فقط برگرد. این یه مسابقه نیست، یک مسیره. و پیام پایانی اینه: تو هیچ وقت مشکل نداشتی. ذهن تو فقط در دنیایی گرفتار شده بود که میخواد حواس پرت بمونی. اما ذهن متمرکز، قوی، آزاد و خطرناکه و میتونه مسیر زندگی رو از نو بسازه. وقتی تمرکزت رو پس بگیری، به جای واکنش خالق زندگیت میشی. این نکات رو حتما انجام بدید و نتیجهش رو زیر ویدیو برای ما کامنت کنید. ما رو سابسکرایب کنید که از ویدیوهای انگیزشی بعدی جا نمونید. مرسی که هستید. فعلا خداحافظ شما دوستان عزیزم.